اینک آغاز میکنیم و درسی اولینی من این درسی درباره فونکسیو است. افسوس که من یگان کتابای تاجیکی ندارم در خانه، بنابراین برای فهمیدن آنه که این ویدیوی ما کار میکند یا نه، من میخواستم درباره فونکسیو امروز کمتر نقل کنم. اینجا می نویسیم فونکسیو ها. پیش از اون که ما درباره فونکسیو نقل کنیم و چی بودنی آن رو فهمیم، من درباره چی بودنی فونکسیو کمتر گفته میگذاشتم. فونکسیو این یک قسمی اساسی متماتیک است. ما از همین روز اعتبارا و درس های آینده همیشه فونکسیو رو استفاده میبریم و همین رو گفتنی هم که فونکسیو در همه جا استفاده برده می شود. فونکسیو چیست؟ فونکسیو همین چیزی است که مثلا یک قطعه هست، ما با همون قطعه یگان چیز رو میاندازیم و نتیجه که از همون قطعه میبراید یگان مثلا اون چیزی که میاندازیم با I اشاره میکنم و اون چیزی که از اونجا میبراید با B. این B و A وابستگیشون با یگان فونکسیه در حالتی ما این قطعه است ایجاد می شود و پیدا می شود. یا مثلا اگر در وقتی که مادرمون خوراک تیار میکنه نگاه کنیم، آنها یک اسباب استفاده میبرند گوشت قیمه کنک. با ترجیکش نمیدونم با گوشت قیمه کنک چی ترجمه خاص دارد، لیکن آنچه که ما میاندازیم با گوشت قیمه کنک، این همان گوشت قیمه کنک رو من فونکسیو میگویم و آنچه که به درونی آن میاندازیم این گوشت است و آنچه که از آنجا میبراید این گوشت قیمه شده است. بنابراین من اشاره میکنم مثلا اینجا یک مجموع میگیرم، مجموع این چیز، مجموع آنچه که یک گروهی مثلا چیزها رو ما مجموع میگویم. مثلا در صنف خانه همه اگر پرده ها همه استول ها رو من جمع کنم، آنها مجموعه استول ها میدونم و این مجموع رو من اشاره میکنم با حرف X و فرض میکنم که در آن یک چند تا نقطه، یک چند تا اشیایش یعنی اعضای این مجموع عبارت است. مثلا یکمش رو میگم X0، دویمش رو X1، سومش رو X2 و هکذا. و دیگر مجموع فرض میکنیم که داده شده است و اون مجموع رو من با حرف کلان Y کلان اشاره میکنم و فرض میکنیم که این مجموعه دوم هم یک چند اعضا دارد و آن را بیاید اشاره میکنیم با Y0، Y1، Y2 و هکذا. اکنون در مابین همون قطعه که گفتم، قطعه این یگان چی رو میگیرد؟ با قطعه ما میاندازیم یگان اشیای یگان مجموعی، یگان اعضای این مجموعه اول X رو میاندازم، مثلا X0 رو میاندازم و از قطعه آنچه که میبراید، از قطعه آنچه که میبراید من اشاره میکنم با Y0 و همین قانونیت یا خاصیت رو که ما در درون قطعه اجرا میکنیم با حرف F اشاره میکنم. یعنی F به درون F میآید یک اعضای مجموعه X و از آنجا میبراید دیگر اعضای مجموعه دیگر که ما رو اعضایش رو با Y اشاره نمیدیم. یا بیایید دیگر چیز رو میکشم. فرض میکنیم که یک ابیکت داده شده است، اینجا درآمد ابیکت هست، مثلا از اینجا یا اون چیز با ابیکت میدراید و ما این رو با اشاره میکنم با X گرفته میتونم X0 و در درون همین قطعه دیگر یا این ابیکت دیگر یگان قانون فیزیکی یا یک چیز دیگری اجرا می شود و حاصلش از دیگر طرفی فونکسیو میبراید و آن رو من اشاره میکنم با Y0. یعنی X0 رو ما به درون این قطعه انداختیم و نتیجهش رو اشاره کردم با Y0. یا با دیگر حالت اگر من این رو نویسم
نول رو گرفتم و آن رو با همین قانونیتی که در درون مجموع یا در درون قطعی من استفاده بردم اشاره میکنم f از x نول. اینجا یگان خیلی ضرب نیست، این f این تاثیر کرده شده است به x نول، یعنی یگان چیز در درون یگان قانونیت، یک قانونیت در درون همین قطعی اجرا شده است و چنانه که گفتم نتیجهش این برابر است به y نول. از روی همین تعریف ها میگویند که f این فونکسیه و مجموعه x رو میگویند که مجموعه قیمتگیری فونکسیه و مجموعه y رو میگویند که مجموعه قیمت های فونکسیه. مجموعه قیمت ها یعنی چی می شود؟ x داده شده است و f داده شده است، به هر یک x داده شده است، x0 x1 x2 و هاکذا، فرض میکنیم که xn و هاکذا و f داده شده است، فونکسی f داده شده است. هر یک قیمتی مجموعه x رو میگیرم، هر یک قیمتش رو گرفته با آن میگذارم یک قیمتی دیگر که با اون رو با y نول و از روی قانونیتی f y1 y2 و هاکذا و برای از این نمایش مثلا yn گذاشتم و هاکذا و اون مجموعه حاصل شده رو من اشاره نمودم با y. از بس که اکنون ما کمتر فهمیدیم که مجموعه ها یعنی فونکسیه ها چه کار میکنند. فونکسیه در نتیجه چی است؟ فونکسیه یک قانونیتی هست، یک وابستگی هست که آن سایه قیمتگیری دارد و سایه قیمتگیریش رو گرفته فونکسیه یکان در درونش یکان مثلا حادثه روی میتید و نتیجهش رو اشاره میکند به مجموعه دیگر y. اکنون بیاید به طور کنکریتی فهمونم که مثلا اگر مجموعه قیمت های ما داشته باشد x برابری میبخشید من این رو بنویسم x کلان این مجموعه قیمت ها برابری فرض میکنیم که 1 2 4 7 8 و قانونیت داده شده است با f از x برابر است به فرض میکنیم که 2x جمع 1، یعنی قانونیتی که یک فونکسی که با ما داده شده است این x رو میگیرد و در درون همان قطعی که من پیشتر گفته بودم همین چی میگه ifade رو حساب میکند. برای هر یک x مثلا یک رو گرفت آن رو به 2 ضرب میزند و یک رو به بالایش جمع میکند و نتیجه حاصل شده رو اشاره میکنیم ما با y. بعد اگر مجموع قیمت ها داده شده باشد و فونکسی معین شده باشد به یگان مشکلی ما حساب کرده میتونیم مجموع قیمت های فونکسی را، یعنی در این حالت y1 برابر می شود به 2 ضرب 1 جمع 1 این برابر است به 3. از روی دویمی مجموع y این برابر می شود 2 ضرب 2 جمع 1 برابری 4 جمع 1 برابری 5. انا میکنم
و مثلا با سومش رو نویسیم این برابر است 2 ضرب x ما حاضر کنیم 4 است 4 جمع 1 این برابر است به 9 انا میخواد امین اینچنین اگر 2 از آخرش رو نویسیم y 4 برابر است 2 ضرب 7 جمع 1 این برابر 15 و آخرین قیمت این 2 ضرب 8 جمع 1 برابر 17 و در نتیجه چی حاصل کردیم؟ در نتیجه حاصل کردیم که مجموع قیمت های فونکسیه این برابر است با 3 5 9 15 و 17 اکنون من دوام میدیم با مفهومی گرافیکی فونکسیه گرافیکی فونکسیه گرافیک فونکسیه چی است؟ اگر مجموعه x داده شده باشد و قانونیت یعنی فونکسیه f داده شده باشد ما چنانه که در اینجا نشان دادیم مجموعه y به واسطه حساب کردن ممکن است اگر همه مجموعه x و y را در سیستم کوردیناتی من تصویر کنم گرافیک همون فونکسیه را یعنی گرافیک همین فونکسی قانونیتی که ما اینجا داریم f را در همون سیستم کوردینات تصویر می نمایم فرض میکنیم در همین حالت کنکریتی که ما داریم x داده شده است با چنین نقطه ها و فونکسی f داده شده است 2x پلوس 1 و قیمت های فونکسی را ما حساب کردیم من سیستم کوردینات رو اینجا میکشم این تی رو با x اشاره میکنیم ابتدای کوردینات با 0 و تیری دیگرش رو با y یعنی اون چنانه که گفتیم 1 داده شده بود 2 3 اینجا 4 داده شده است اینجا 5 6 این رو اشاره میکنیم با 7 و آخرنش اینجا 8 داده شده است باید من x را از اینجا گرفته و اینجا بگذارم x دون آنچه که ما حساب کردیم فرض میکنیم که اینجا y 3 مثلا اینجا 3 است یا کمش اگر x رو من 2 موندم دویم چی میگه قیمتی که من حساب کردم این 5 است اینجا 5 این رو چون این نقطه رو تشکیل میدهد سومین نقطه که من میگیرم 4 است 4 رو با فونکسی گذاشتم و نتیجهش این برابر بود با 9 فرض میکنیم که 9 در اینجا جایگیر شده است اینجا نقطه 4 و 9 و برای نقطه 7 نتیجه این 15 بود فرض میکنیم که 15 اینجا جایگیر شده است همینطور به نقطه ای اکنون همین نقطه رو من با پیوست میکنم با هم دیگرشون پیوست کردم و همین خط رو به دو طرف دوام میده و آن خطی راستی که من حاصل کردم این فونکسی f از x میباشد یعنی گرافیک فونکسی که با ما داده شده بود f و اینجا چنین تصویر کرده شده است با همین خطی راست و اگر یک دیگر مثال دیگر رو دیده برایم مثلا من میگیرم مثلا فونکسی x این برابر است با minus 2 minus 1 0 1 2 و قانونیتی که من اکنون
اینجا معین میکنم f از x این برابر است مثلا با x کوادرات و سوال این است که مجموع y را یافتن در لازم است و این رو من با سوال یکم میگویم. سوال دومش این است که گرافیکی فونکسی y برابر f از x رو تصویر کردن لازم است. چنانه که من پیشتر در مثال پیشتر نشان دادم y یک رو به واسطه حساب میکنم. y یعنی برابر است با f از x یک، یعنی این برابر می شود x یک ما چی؟ مینوس 2 ضرب مینوس 2، یعنی x کوادرات ما این مینوس 2 ضرب مینوس 2 مینوس ضرب مینوس این برابر پلس و نتیجه میگیرد برابر 4. اگر y 2 رو حساب کنیم آنگاه می شود f از x 2 این برابر است مینوس 1 ضرب مینوس 1 برابر است با 1 و هاکذا y 3 برابر است با 0، y 4 برابر است با 1 و آخرین y 5 برابر است با 4. از این میبراید که مجموع y این برابر است با چی برابر است؟ 4 1 0 1 و 4. انا اکنون اینجا میگذاریم تصویر کردنی میخوایم ما گرافیک فونکسی را. فرض میکنیم که گرافیک فونکسی من میخوام استر میانتر کشم تیری y این تیری x و من تصویر میکنم نقطه هایی داده شده را. اینجا میگذارم مینوس 2 اینجا مینوس 1 ابتدای کوردینات با 0 برابر است با 1 2 و هکذا و تیر دیگری رو با y اشاره میکنم. اکنون بیاید همون نقطه‌ای که ما حساب کردیم اینجا مجموع y رو استفاده بریم نقطه‌های داده شده را در سیستم کوردیناتی تصویر نمایم. یعنی وقتی که x ما برابر مینوس 2 بود آنگاه y ما برابر است با 4. فرض میکنیم که 4 اینجا جای داشته باشد. 4 ما این برابر است با f از x یعنی x در این حالت مینوس 2. وقتی که x برابر مینوس 1 بود y ما برابر است با 1. جا من میگذارم مثلا اینجا میگذارم 1. اینچنین وقتی x برابر 1 است y ما 1 و دیگر نقطه این x برابر 2 y ما برابر است با 2. انا اکنون این نقطه رو با هم پیوست کنم چی حاصل می شود؟ این نقطه رو با هم پیوست می کنم یک پارابولا حاصل می شود، یعنی خطی کج در این حالت حاصل می شود. این برابر است y برابر است با x کوادرات. انا همین بود گرافیک فونکسی که داده شده است x کوادرات. در اینجا گرافیک فونکسی همین فونکسی داده شده است. برای این ما چه کردیم؟ بعضی نقطه های x رو گرفتیم در این حالت کنکرتی مینوس 2 مینوس 1 0 و 2 1 و 2 و با آن مجموعه y را ساختیم. قیمت در نتیجه گذاشتن مجموعه x با f حاصل کرده شده است و به واسطه گرافیک فونکسی رو در اینجا تصویر کردیم. این بود درس اولینی ما. درس آینده حرکت میکنم یگان ادبیات تاجیکی پیدا کنم و باز اینچنین گفتگوی خود را دوام میدیم.